میدونی به پیانوهایی که با مزه میشن چی میگه؟ یا ما سلام عزیزای دلم، به چنل ما خوش اومدین. من آیسو ام. منم حسامم. امروز میخوایم کلی واسهتون جوکای شوهرعمه‌ای بگیم، جوکای بی‌نمکی که باهاش میخندیم. ببین من این جوکا رو که میشنوم واقعا انقدر میخندم، نمیدونم چرا ناخودآگاه منفجر میشم. قرار آب بکنیم. آبم باید داشته باشیم. خیس کنیم هم دیگر زندگیمون رو. کثافتکاری. صورتم نریزی آبو. دیگه کجا بریزم پس؟ من ولی یه وجبه پاسه اینجایی ببین. اینجا می کی شروع میکنه؟ تو شروع کنی یا من شروع کنم؟ سه تا تو بگو، سه تا من. خب کی اول شروع کنه؟ من اول شروع تو میکنم. اول شروع. وای آب بریزیده همه. من همینجوری خب نگو نخندی. زیاد میخوام خنده‌دار سعیمو میشی. بکنم نمیتونم. وضعیت ما بریم. ای بابا. میدونی اون ماهیا به خواهرشون چی میگن؟ آبزی. نه قورت نداد میگن. میدونی خرسا چی میکشن چت میشن؟ نگی جلو تو چی قلب دیگه نمیزنه. چی شده؟ مشکلت چیه؟ خرسا؟ راست میگه میکروفون میخواد. سوال قبلی که گفتی وسطش قلبم گرفته، یه دقیقه بذار ادامه جوابش نشیدم. اصلا آقا میخوری خندت میگیره چرا؟ خب خرسا چی میکشن که چت میشن؟ پول، چون علف خرسا. میدونی پنگوانا چرا نمیرن مدرسه؟ چون همش برف میاد تعطیل. خیلی بیوازه است. خب خود سه تو بگو. خب بایسا. میدونی اگه ماهواره‌ها زیاد آب بخورن چی میشه؟ دیششون میگیره. اینو شنیده بودم. در تمام اعماق چشمام آبه. بکنم فاصله همون ازم خیلی کمه. چقدر چی بود با این وایس خوب حالا خودم تمیز یکم کمتر آب بمونید شتابش بالا بود. جوکو باید خوب تعریف کنی. قشنگ تعریف کن. اول بخونش یه دور. خب قشنگ تعریف کنم. پیدا نکردم هنوز چیز باحال. قشنگ تعریف کنم عالیه. نشستم به در نگاه میکنم. میدونی درختا زمانی که نهال هستن به جای ریشه چی دارن؟ تهریش. هنوز گوشونو ریشهاشون بلندش. میدونی ماهیا وقتی غذاشون تمام میشه چی کار میکنن؟ سفره ماهی جمع میکنن. روغن نارگیل اگه خوب بود موهای خودشون جوری. میخوری آبارم داری تو دهنه؟ میدونی به اجداد گربه ها چی میگن؟ پیشینیان.
پیک نمک. میدونی اگه حبوبات سوار کشتی بشن هدایت کشتی رو کی به دست میگیره؟ ناخدای کشتی. چرا؟ بریز بیرون خب. نه اونقدر بامزه نیست. من احساس میکنم اگه از دهنم بپاشه بیرون خفه میشم به یه دلیل. استرس میگیرم. میدونی اگه یکی بی هوا بره توی اتاق چی میشه؟ یکی بی هوا بره توی اتاق خفه میشه. قبول نیست اینجوری. من نمیتونم بپاشم بیرون. من خودم میپاشم. بیا آب نخوریم. بیا آب نخوریم سعی کنیم نخندیم. نه آقا نمیخوام. من آب بخورم. بیا آب. برو خدا. نمیخوام. خیلی تو قشنگ میاد چشممو هدف بگیری. بازی همین است. باید بپاشی رو صورتت. من نمیتونم بکنم این کارو. چیزی نگفتی هنوز. میدونی اگه کشور چین مرتکب اشتباهی بشه جامعه جهانی باید چی کار کنه؟ باید وادارش کنه تایوان اشتباهاشو پس بده. نه چرا منفجر ای بابا چرا اینجا میدونی اگه یکی فرایند مخزنی و خوب انجام بده بهش چی میگم؟ نیکولاس. چرا تیر میزنی؟ بریز تو خودت. با کمتر بریز دهنت. تو رمز تیر باید زیاد آب تو چقدر آب تو دهنت داشت از معدت میاد اینا. چند روز داره دیگه خوبی داری بالا میاری دیگه چند روز داری میاد چقدر آب داشت. What the آده این؟ میدونی چقدر آب تو دهنم بود؟ آره دیدم. میدونی اگه آنشرلی بخوابه چی میشه؟ آف شرلی میشه. میدونی اگه یالی بود. میدونی اگه رو پامون یه او تتو کنیم چی میشه؟ میشیم اروپایی. شنگ بودید اروپایی. یکم من دیگه تو خیلی طولش میدی. من خفه شدم دور میفته. اینا رو سریع باید بخونی بری بالا. خیلی طولش میده. شما بنویسید تو کامنت ها که خیلی طولش میده سریع نمیخونه. ببین دست بزنم داره. تو همه ویدیوها شما دیدید. من باید یه کمپین را بندازم. کمپین حمایت از مردها. مردهایی که زنشون دستشون روشون بلند میشه. کمک. میدونی اهالی کدوم شهر همگی کاراتشون خوبه؟ همه دان. میدونی اگه گوگل بمیره به بچه هاش چی میرسه؟ گوگل ارث. میدونی چرا کاغذا واسه هم جوک تعریف نمی کنن؟ چون از خنده پاره میشه. پوست صورتم درد گرفته، تمام رگای مغزم باد کرده، معدم تحت فشاره، خودم فشارم. خوبی؟ حالت خوبه؟ خوبم از شما حالت خوبه؟ کارتی میشه. خوشحال خیلی خوشم. میدونی کاکتوسا وقتی میخوان با هم تعارف کنن چی میگن؟ میگن خارداشتی در خدمتم. میدونی به دین‌های نو ظهور چی میگن؟ دین‌هایی که تازه به وجود میاد میگن بتادین. میدونی چرا الکترون ها سوار چرخ و فلک نمیشن؟
الکترون ها چرا سوار چرخ فلک نمیشن؟ چون باردارم براشون خوب نیست. یه عالی بود. گند کشیدیم. چه کثافت کاریه. میدونی رئیس کارخونه تولید ماسک تو رشت کیه؟ کارخونه تولید ماسک توی رشت. گیلا ماسک. میدونی انگوش کوچیکه وقتی مست میکنه چی میگه؟ انگوش کوچیکه مگه مست میکنه؟ چی میگه؟ وای چقدر شستم من. فاز شست بودن. میدونی به لوبیایی که خیانت میکنه چی میگن؟ لوبیا چیتی. هنوز نگفتی که تو چرا چیکار؟ خیلی آب تو درم بود. همون اتفاق واسه من. نه میدونی به پیانوهایی که با مزه میشن چی میگه؟ یا ما این زندگی منه. این وضعیت نه کجا میری بشی؟ این وضعیت منه. یا یه دوش دیگه دارم. بیا. وای. یا ما نه بابا. میدونی اگه از دیدن یکی سیر نمیشی باید چی کار کنی؟ باید با نون ببینیش بعد سیر شی. میدونی چرا عمو پورنگ هیچ وقت ازدواج نمیکنه؟ چون نمیتونه به پای کسی پیر شه. میدونی به اکسی که پیر باشه چی میگن؟ پیرکس. حسن همش خیلی باشم خانواده خونم بمونیم بریم. مرسی که در اینجا با ما بودین. خیلی به ما خوش گذشت. امیدوارم که به شما هم خوش گذشته باشه. اینم که این همیشه شده این توتی. هر کاری من میکنم هم کار انجام میدم. حتی میدونه چند ثانیه بعد از اینکه اون برا نگاه میکنم این برا. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. دوستتون داریم. بای بای. خداحافظ.